دوستان عزیز، امروز باز کردن استارت پراید داریم. اگر خواستید استارت پراید رو اوراق کنید اینجوریه. استارت پراید 4 نمونه هست. یه نمونه هست ژاپنیه، یه نمونه هست پژوییه، یه نمونه دیگه هست آنروباییه. این 3 تاش. شما در جریان باشید. طریقه اوراق کردنش ببینید، دوت پیچ اینجا داره، دوت پیچ اتصالان هم اینجا داره. باز میکنید، درش میارید، پیچ بالشتک باز میکنید، خیلی راحت. البته استاد ما میخوام سرویس کنیم، همونجور که قولتون دادم تو کلیپ قبلی، مال پرایدی هست که خوابیده بوده 3 سال، میخوام سرویس کنیم، هیچ مشکلی نداره. بله، این استاد هم گیربکسیه، ببینید خیلی راحت در میاد. اینا رو ببینید 3 دنده داره اینجا، یه موقع رد کرد تو دور زدن مال خرابه اینا میشه و دنده استارت. بیشتر اینا گیربکسش خراب میشه، به میگن گیربکس. یه قسمتش هرد میشه، همینجا که میفته استارت بالا نمیاد، به قول خودمون یا به قول بعضیا رد میکنه. ممنونتونم. اصل خلخال لایک یادتون نره. بای بای.